خب یه پیتزای خوشمزه با ظرفای دلبرمون رو میخوام بهتون نشون بدم. اول کالباسا رو نگین نگین میکنیم، بعد قارچا رو بر میداریم روی تخت سروای فوق العاده زیبای گوزنمون همراه چاقوی تیزمون. میبینید چقدر چاقوهامون تیز و فوق العاده است. ریز میکنیم. نوبت فلفل دلمه یاست. فلفل ها رو ریز میکنیم. حالا بعد از ریز کردن خمیرمون رو بر میداریم، روش یه مقدار سس میریزیم و نوبت ریختن پنیر پیتزاست. بعد از اون موادی که آماده کردیم و لابلا روی پیتزامون میریزیم و الان کالباس میریزیم، پنیر، یه مقدار هویج و نخود فرنگی، قارچامون و الانم فلفل دلمه‌ای. روشو پر از پنیر پیتزا میکنیم. حالا نوبت چیه؟ ظرفای ماکروفری فوق العاده عالیمونه. پیتزامون رو داخلش قرار میدیم. چقدر خوشگل شد!